همیشه توی ذهن ماها این جمله هست که اگه نشه چی؟ بیا یه بارم کنار هم 3 دقیقه فکر کنیم که اگه بشه چی رفیق؟ اگه تلاش کردی و جواب داد چی میشه؟ تو از مردن میترسی؟ من از بیهوده. هر کیو میبینی میگه اگه نشه چی؟ اگه به آرزوام نرسم و بمیرم چی؟ تو میلیاردها دلیل داری که به آرزوات نرسی و فقط یه دلیل داری که بهشون برسی. طبیعیه که همش چنین فکری کنی، ولی امروز زیر زبون طعمی خواهم گذاشت که دیگه به نشد فکر نکنی. با من همراه باش تا بتونیم این مسیر رو هموارترش بکنیم. من سیدپور هستم و به یه بمب انگیزشی دیگه خوش اومدید. اگه بشه چی میشه؟ اول از همه این که تو به خواستهات میرسی. بهت ثابت میشه که اگه بخوای و به سمتش بری میشه. دوما حس خوبی بهت میده، حس خوبی که بهت میگه تو باید قوی باشی. سوما اعتماد به نفس تو بالا میبری رفیق. خودتو قبول میکنی و به خودت احترام میذاری. اگه بشه دیگه حسرت نداشتهاتو نمیخوری. اگه بشه اونایی که موقع ادامه دادنت داشتت ناامیدت میکردن عین مگس دور شیرینی دوباره دورت جمع میشن تا هر کدوم به هر طریقی بهت بگن که قبلا میشناختنت. اگه بشه رفیقای واقعیت کم میشن. اگه بشه قوی میشی، اونقدر قوی میشی که نظرات دیگران دیگه بهت اهمیتی نداشته باشه. اگه بشه وقتی میری توی یه فروشگاه اولین چیزی که توجهتو جلب میکنه دیگه قیمتش نیست، هر چی دوست داشته باشی و میخری. اگه بشه همه میان راز موفقیت تو از تو میپرسن تا بهشون یاد بدی و تو میدونی رازی در کار نیست، خودت بودی و باورات که ادامه دادی و تسلیم نشدی. اگه بشه میتونی به یه نیازمند کمک بکنی، دست چند تا بچه یتیمو بگیری، میتونی بهشون یاد بدی که چجوری قوی بشن، میتونی بهشون یاد بدی شرایطشون مهم نیست، میتونی بهشون یاد بدی که از زیر صفر میشه به بالا رسید. اگه بشه دیگه بله چشمگوی بقیه نیستی، میشی رئیس خودت، هر وقت بخوای کار میکنی، هر وقت بخوای میری تفریح میکنی. اگه بشه دیگه 8 گرای 9 نیست. اگه بشه دیگه مجبور نیستی به کسی جواب بدی. اگه بشه میتونی خودت باشی، دیگه نمیخواد از ترس اینکه کسی حمایتت نکنه نقاب دروغی به صورتت بزنی. اگه بشه میتونی منبع الهام بقیه بشی. اگه بشه وقت اینو داری که خودتو بفهمی، نه اینکه بدوی تا شکم خودت و خانواده‌تو سیر کنی. اگه بشه اون وقت آرامش داری که زندگی کنی، نه اینکه زنده بمونی. نه اینکه زنده بمونی. اگه بشه دنیات از این رو به اون رو میشه. اگه بشه خونه، ماشین، هر چیزی که بخوای عالیشو داری. ولی رفیق همه اینا به کنار، اگه بشه تو میفهمی چقدر پتانسیل داری و چه کارهایی که نمیتونی بکنی. رفیق میشه، مطمئن باش که میشه. دیدی چقدر خوب بود؟ دیدی اگه بشه چقدر خوبه؟ پس من ترجیح میدم توی لذت رسیدن به اهدافم بمیرم تا توی از دست دادن چیزی که حتی ندارمش. پس سوالمو دوباره میپرسم، از مردن میترسی یا نه؟ هر جای این دنیا که هستی بی نهایت خودت باش. رویاهای مقدس.